بازم خوش آمدید میگم شما دوستان عزیز و شنونده های خوب رادیو آوای افغانستان. شما شنونده رادیو آوای افغانستان از شهر گوتنبرگ کشور سویدن هستین و فعلا نشرات ما برای موج 106.3 FM هست که شما میتونین شنونده باشین و فعلا ما در خدمت شما هستم تا آخرین دقایق برنامه ما را همراهی بکنیم. ما همونطور که شما دوستان مستحضر هستین و در یک هفته از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک رادیو آوای افغانستان بر شما گفته شده که ما گفته شنود همراه بانو نفیسه، کسی که مورد خشونت اسید پاشی یا تیزاب در کابل قرار گرفته و میخوایم که با ایشان گفته شنود داشته باشیم و فعلا بانو نفیسه همراه ما روی خط هستن. بانو نفیسه سلام. سلام، خسته نباشین. سلامت باشین، زنده باشین. میشه در قدم اول با نفیسه خودتان کامل معرفی بکنین که دوستای ما بیشتر با شما آشنا شون؟ نفیسه آشوری هستم. بله. دیگه شاید همگی بدانن که بعد از سالهای خیلی زیادی اولین بار بود در این سالهای اواخر که اسیدپاشی صورت گرفت که متاسفانه قربانیش من بودم. بله. بانو نفیسه میخواستم بپرسم که تحصیلات شما در چی حد هست و در چی رشته تحصیل کردین شما؟ من دیپلم دارم، یعنی تا 12 در ایران و بعد از او در افغانستان قابلگی خواندیم. بعد از قابلگی باز دوباره رشته بخش جلدی و ماشینالات لیزر بله. که در شفاخانه آریاسیتی تقریبا 7 سال اونجا در بخش جلدی و بخش لیزرش من کار میکردم. بله. خب بانو نفیسه اگرچه ما میفهمیم که یادآور گذشته ها براتان سخت است، شاید سخت باشه و ای براتان میخوایم ازتان بپرسم که این اتفاق چگونه رخ داد بر خودتان که همچین اشخاص موقعیت پیدا کردن و به صورت شما تیزاب بپاشند و باعث شود که شما او زیبایی خودتان دست بدین؟ درست است، متاسفانه اتفاق افتاده ولی و هر چقدر هم که بخوایم از گفتنش بگریزیم ولی از واقعیتش و از چیزی که اتفاق افتاده نمیشه گریخت. بله. و ای که در افغانستان کار مشکل نیست کسی که بخواد یک حادثه ای را برای یک کسی برنامه ریزی کنه، اصلا کار مشکل نیست و خیلی براحتی میتونه که او کار انجام بده. متاسفانه در افغانستان اینطور یک حالتی است. و از اینکه این اتفاق بر من افتاده من هنوزم خودم در شوک هستم، چون اصلا نمیفهمم که چه کسی کار کرده. بله. و چرا به کدام دلیل، به خاطر که من دلایلی که مثلا میپالم و میبینم که شاید منجر به این حالت شده باشه. مثلا بعضی ها موضوع به ایجابی خانما را میگن که من اجاب مده درصدی نبود که کسی بخواه این کار کنه به خاطر اجاب من. بله. و یا اگر هر موضوع دیگه مثلا من در سیاست نبودم، اصلا کدام خشونتی، کدام جنگ و دعوایی با کدام فامیلی من نداشتم. همگی این موضوع را میفهمن و درباره شخصیت من خویشاوندای من و بیشتر مردم کابل میفهمن و خبر دارن. اما متاسفانه با وجود از اینکه من کاری به کسی نداشتم و هیچ کدام خصومت شخصی یا غیر شخصی من نداشتم، متاسفانه که اتفاق به من افتاد رخ داد و باعث شد که در 5 ثانیه فکر منحرفی که یک شخصی که واقعیت در اون لحظه در اون حالتی که این کار انجام داد، آل در هر جایی که هست اگر صدای مرا بشنوه و یا اگر نوشته های مرا بخوانه، چیزایی که در اون لحظه او این کار انجام داد آیا چه حسی داشت و انگیزش چی بود و ای که به هدف رسیده بود در چه حالتی بود، چقدر از او حالت لذت برد و در کنارش مر به چی تباهی کشان.
چقدر مرا کلا زندگی چندین ساله مرا از بین برد و به حالتهایی که اصلا قابل گفتن نیست. اصلا فکرشم نمی کردم که ما به حالتها، یعنی ما کسایی رو دیدیم خیلی اتفاقای برشان میفته و همیشه هستن در کنارشان، مثلا فامیل هست یا کسای حمایتگر هست، حمایتشان میکنن، خیلی زود به یک حالت خوبتر میرسه، نمیمانن که خیلی زجر بکشه. من 9 ماه جدایی از اولادایم بیخی یک چیز جدا بر من بوده، یک چیز مشابه بین می اسید باشی، مشابه بر می که چشم از دست دادیم، جدایی از اولادایم خیلی برام سخت بود، خیلی مشابه بود با این حالت. در هر جایی که هست میخوایم این رو برش بگویم که من حاضرم تمام اینمی سختی ها و اینمی حالت هایی را که دیر کردیم حاضرم برش ببخشم، اما اجارت پیدا کنه و بر من بگویه که این کار کرده و چرا کرده، دلیلش چی بوده. من حاضرم ایره قسم میخورم که هر کس که صدای مرا میشنه میتونه که باز مرا بازپرسی کنه، ولی حاضرم ببخشمش به شرطی که بر من بگویه که چرا این کار کرده. بله بانو نفیسه، حالا که اتفاق افتید نمیتونیم کار برش بکنیم که بگویم خب یک حادثه بود، ایره بسیار یک حادثه وحشتناک. حتی دارم براتون بگم یک خواب زیادتر خواب مثل فیلم های وحشتناک ایره اصلا من تصور میکنم. بانو نفیسه، این شخصی که خودتان وقتی که اتفاق براتان افتید از طریق ارگان های امنیتی عدلی قضایی اقدام کردین در افغانستان که به نتیجه رسیده باشین یا ای که نخیر؟ خب بله، معمولا وقتی یک اتفاقی یا یک حادثه در افغانستان رخ میده، خب پلیس میرسه، بله، بازپرسی های خودم میکنه و چیزی که باید انجام میده بازپرسی هایشانه و ایسوس و تحقیقاتشانه. اما در این رابطه بسیار کم بود از من، خیلی کم بود، خیلی نهایی بود، خیلی یعنی یک چیزایی که چه رقم بگویم، باور کنین که یک بار از ما آمدن پرسان کردن، در حالی که باید چندین بار می آمدن، چندین بار می پرسیدن. شاید من چیزی یادم می رفت برشان بگویم، شاید مثلا یک چیزی در اون حالتی که من بودم، چون در هفته اولی که این اتفاق بر من افتاده بود من هر شب خواهش میکردم از دکترها که من بیهوش کنن، چون تحمل بیشتر از درد و سوزش که داشتم، تحمل این حالت برام بسیار مشکل بود. هر شب بر من داری بیهوشی میدادن که من بیهوش میشدم تا فردایی که میخواستن یا پانسمان ما تبدیل کنن یا ای که دوباره به هوش میامدم میدیدم این طرفه، یعنی من ساعتهای بیشترش بیهوش بودم. ولی پلیس فقط یک بار آمد از من پرسان کرد و اصلا اقدامی که باید و اقدامی که لازم بود نکردن. اگر میکردن اقدام میکردن، اگر درست تحقیق میکردن، اگر دل میسوختاندن به یک ناموس وطن خود و یک کمک احساس مسئولیت میکردن، خیلی راحت میتونستن اون موتره و اون نفره در اون جایی که این اتفاق افتاد، اون کمرهای امنیتی که بود روبروی وزارت، روبروی یک پوسته امنیتی هست در روبروی شهرک آریا، هتلایی که اونجا بود، همه اینا مجهز است به کامراهای امنیتی که خیلی راحت میتونست پلیس او کامرا رو چک کنه و او را دستگیر کنه، پیدا کنه. اما متاسفانه که اصلا اقدام نکردن. حتی بارها من درخواست کردم، نفر روان کردم، اما هیچ گونه اقدامی نکردن در این مورد. بله. خب شما از طریق ارگان‌های مثل جامعه مدنی از حقوق بشر افغانستان هم کمک خواستین؟ قبل از اینکه ما کمک بخوایم، خب این یک اتفاق بود که کلا اسید پاشی همه گیر تکان داد، همه گی میترسیدن و از حقوق بشر قبل از اینکه ما بخوایم خودشان آمدن عیادت کردن، من دیدن و قولای خیلی بالایی به ما دادن که ما تنها نمیمانیم، ما در حمایتت هستیم، ما پشتوانت هستیم، ما به هر گونه به هر شکلی در جایی که لازم باشه درخواست میکنیم که تو روان کنه دولت و تداوی تو جریان پیدا کنه.
این قولا رو به من دادن. در روزهای اول می آمدن همگیشان عیادت میکردن و میگفتن، اما بعد از او شمارهایی که به من داده بودن، بعد از 20 روز وقتی من همراه هر کدومشان تماس گرفتم جواب دندان شکن میافتم، بر من گفتن بسیار طول میخوره، بسیار طول میکشه، به آسانی نمیشه و هیچ اقدامی صورت نگرفت دیگه. هیچ کدام اونا رو من ندیدم، هیچ کدامشون دیگه نه آمدن و نه درست دیگه تلفن من جواب دادن. این صحبت را که خودتان میکنید با نفیسه، من فکر میکنم زیادتر شبیه امو است که حتما در پیش کمره ها و در پیش تلویزیون های رسانه ها ظاهر شدن، فقط خودشان قهرمان جلوه دادن. فکر میکنم زیادتر به شباهت به این داشته. درست است؟ دقیقا همین بود، چون وقتی که می آمدن عیادت من، یکی دیگه بود که عکس می گرفت، هر کدامشان دست سرشان می ماندن و همدردی می کردن پیش کامره و پیش روی مثلا کامره که در تلویزیون می ماندن یا خودشان عکس می گرفتن و فقط همین بود. وقتی که می رفتن دیگه حتی تلفنم جواب نمی دادن. بله درست است. و بانو نفیسه، بعد از اینکه شما فعلا در کشور ترکیه به سر میبرین، این چگونه بود آمدنتان به کشور ترکیه؟ آیا از طریق همین اشخاص صورت گرفت یا نه که کدام از طریق هزینه های خصوصی خودتان؟ چه رقم از جریانش؟ نه خیر، اصلا این اشخاص به ما کمک نکردن و در حالتی بود که وقتی من در شفاخانه استقلال بستر بودم، تقریبا یک هفته بعدش ما باور کنین پای ما سوخته بود، خیلی شدید بود سوختگی. 12 روز بعد از این که من یک کمکی به هوش آمدم و پای ما می دیدم، 12 روز بعدش دکترها پای ما را دیدن و متوجه شدن که پای از هم سوخته. بله. و دقیقاً 10 روز من هر روز تلاش میکردم، هر روز صدا میکردم که چرا یک دکتر چشم نمیاد، چشم مرا معاینه نمیکنه. اصلا دکتر چشم نیامد در شفاخانه، چشم مرا معاینه نکرد و چشمم همزمان با تیزاب همینطور ترکیدگی مان، تا ای که بالاخره گفتن که دکتر اینجا شفاخانه نمیاد، باید مریض ببریم. دیگه من به مو حالتی که داشتم که خیلی وضعیتم خراب بود، دیگه پایم خیلی شدیدن درد داشت، دستم صورتم خیلی سوخت داشت و بانپیچی که بود یک حالت داشت که اصلا دیگه رای نفسم بر من هم مانده بود که حتی یک ذره اکسیژن بگیرم. خیلی برام سخت و دشوار بود، ولی به مو حالتم من بردن شفاخانه نور. وقتی اونجا رفتیم، ما باور کنین که ساعت‌ها در دهلیز شفاخانه نور انتظار نوبت ما کشیدیم تا اینکه نوبت من برسه و دکتر من معاینه کنه. و بعد از اینکه که معاینه کرده، فقط یک معاینه بوده که خیلی یک معاینه که تو فکر کنی که یک کسی فقط به چک کردن رفته باشه، اینطور یک معاینه. اما بعد از 25 روز دیگه دکتر چشم دوباره من رفتم مراجعه کردم. دکتر چشم گفت که چشمت بسیار آسیب دیده و در اینجا هیچ کار نمیشه برازی کرد. یعنی باور کنین در وقت من دلم میخواست فریاد بزنم که حتی چشم مرا یک شستشوی هم شما دادن نمیدونم. بله. چرا؟ بله، مثل که ارتباط ما با بله بانو نفیسه میشنوید صدای ما را؟ بله میفرمودین گفتین که شکایت کردین که حتی چشمتان شستشو نداد. بله. بله اصلا هیچ شستشو هم حتی نداده بودن و دیگه بعد از او گفتن که باید ایره یک جایی، حتی این مشوره غلطشون که به ما گفتن که باید ببرین هندوستان. در هندوستان حتما چشم از این معالجه میشه. خیلی با عجله دیگه شوهرم اقدام کرد، پاسپورت خود از من داد و خیلی با عجله یک ویزه هندوستان گرفتیم. بعد از 1 ماه که اتفاق افتاده بود هندوستان رفتیم. هندوستان هم که رفتیم در هر شفاخانه‌اش که رفتیم گفتن ما نمیتونیم، قرنیه چشم از این کفیده قرنیه میخواه و ما انتقال دادن نمیتونیم، کلا در کشور ما قانون نیست که ما قرنیه چشم انتقال بدیم به خارجی. من تقریبا 1 ماه 1.5 ماه هندوستان ماندم. بعد از او گفتن باید ایران ببرین، ایران خوب از قرنیه انتقال میده. بعد از او
من از هندوستان دوباره ویزا گرفتم، ایران رفتم. یک مقدار پولی که داشتم از دوستا قرض گرفتم، ایران رفتم. ایران که رفتم دیگه امرای یک بیادرزادیم که او هم دمی حادثه بود، دست از وام هوگار شده بود، ولی بازم او من امرایی که ارتیم ما ایران رفتیم. در ایران هم وقتی رفتم پیش در یک شفاخانه به نام فارابی و بسیار شفاخانه کلان و دولتیشان است. وقتی اونجا رفتم دیگه گفتن بر چشم تو بسیار ناوقت شده، خیلی دیر شده. بله. اگر در اول شستشو میشد و نمیماندن که شبکه چشم خراب شود، با انتقال قدمیت چشم جور میشد. اما این خیلی زیاد تیزاب زیاد بوده، زیاد تخریب کرده، شبکه رو خراب کرده، ولی بازم ما قدمیه رو انتقال میدیم براتان. بله بله واقعا جای تاسف است. من واقعا جای تاسف میخورم مدهی که ما یک حکومت داریم که در قبال شهرونداش گونه برخورد میکنه، به خصوص یک کسی که تحصیل کرده و یک عمر زحمت کشیده که میخواد که برای مردمش خدمت بکنه و از طریق تحصیلاتش یا یک بانو، اصلا تحصیلاتش سر جاش، یک شخص وقتی که سر دچار اول که یک شخص پست پیدا میشه که همچین عمل رو انجام میده و پستر از حکومت افغانستان که در قبال شهروندای خود اصلا مسئولیت احساس نمیکنن و این جای تاسف همین جاست دقیقاً که وقتی که حکومت افغانستان در قبال شهرونداش قدر وحشتناک سکوت میکنه. اگر من به جای کسایی می بودم که در رأس قدرت قرار می داشتم، به عنوان یک شهروند ایره میگم، من نه به عنوان یک خبرنگار، نه به عنوان یک رسانه‌ای، به عنوان یک شهروند ایره میگم که اگر این اتفاق رخ میداد و کار دست من برمی آمد، اولین کاری که میکردم همون دکترهایی که این بلا را آورده به سر از خانم نفیسه، واقعا اونا را من بدترین جزا رو برشان میدادم، بدترین حکم برشان میدادم که تا آخر عمر اذیت نمیبرد کسای دیگه ای که دیگه بانوی یا حتی یک شخصه که اگر سردچار همچین مشکل میشد دیگه اذیت نمیبردن که مبادا که سرنوشت از او شخص گرفتار شوند. بانو نفیسه واقعا داستان را که خودتان تعریف کردین و این داستان زندگیتان واقعا غم انگیز است، واقعا وحشتناک است، اصلا از تصور بدور است. من نمیتونم چگونه بیان بکنم. من امی لحظه که من امروز صحبت‌های شما را گوش میکردم آنقدر یعنی من اعصاب من خراب شد، نمیتونم که حتی کنترل امی لحظه روی صحبت‌های خودم داشته باشم، به خاطر از اینکه حکومت چقدر پستانه رذیلانه برخورد میکنه با یک شخص، چگونه چه رقم پست میشه که میتونه پرونده به این بزرگی را بتونه فراموش بکنه و او یک شخص را که آسیب دیده او را نتونه برش کار رو انجام بده. حتی او شخصی که تیزاب پاشیده حتی ندونستن اقدر عاجز بودن در قبال ازی که حتی ندونستن او شخص دستگیر بکنه. واقعا ما متاسف هستیم با داشتن چنین حکومت در افغانستان که جریان داره. خب درد من زیادتر در این است که بانو نفیسه خب این اتفاق برش رفتید، آیا حکومت کدام کار را برای پیشگیری از این کار دارن؟ که من مطمئن هستم بانو نفیسه راجع به ایام میخوایم که از شما بپرسم و من مطمئن هستم که هیچ گونه پیشگیری نداره. بانو نفیسه در ادامه صحبت های اگر کدام گفتنی دارین بفرمایید. من واقعیت گپای شما رو تایید میکنم، چون هر لحظه‌ای که یادم میاد، هر چیزی که یادم میاد، میخوایم مثلا یک چیز بسیار خوشایند برای خودم تصور کنم که در این دوران بسیار سختی که من سپری کردم واقعیت کی بود، یک جایی از یک انسانی که بتانم او را انسان خطاب کنم و بتانم به او اعتماد کنم و بتانم او را یک کسی یا از حکومت ما یا از جمله مردم ما بدانم که به من این می خدمت کرد، واقعا اینجا جای خوشی است. من ایره میخوایم یادآور شوم به یکی از رئیس امو شفاخانه که من کار میکردم که وکیل است پارلمان. وقتی من در تلویزیون دیدم که رئیس خود پارلمان
راجع به من صحبت کرد که خانم نفیسه این اتفاق برش افتاده و اسید پاشی شده، این باید مورد بحث قرار بگیره و باید پرونده از یا چی شود چی نشه. من در وقت برشان اول روان کردم، گفتم برشان که از این صحبتایتان بسیار خوشحال شدم و میخوایم که پیگیر باشیم، میخوایم که بار بار این را تکرار کنیم، اما جواب نشنیدم. و ای که بعد از اینکه من در ایران خیلی تداوی کردم، چشم و کاملا در یک حالت روحی بسیار خراب قرار گرفتم، به خاطر که من دهن ما باز نمیشد که درست مرا بیهوش کنن و عملیات های من همیشه در حالت نیمه بیهوشی قرار داشت، در حالتی که من فکر میکردم سر یک بام بسیار بلند هستم و در حال افتیدن هستم. در وقت عملیات در چشم من صورت میگرفت. اینا یک حالتهای بسیار روانی خیلی خراب بر من پیش آورد که من به خودم واقعیت و جسم خودم افتخار میکنم که چقدر توانایی و قدرت داشت که توانست اونا را پشت سر بانه. یعنی به خدا قسم از وقتی آله که یک کم بهتر شدیم به او حالت فکر میکنم، یعنی وحشت میکنم، میگم یعنی واقعیت ما بودم، ما اینا را پشت سر ماندیم، ما این گپ‌ها یا این حالتهایی که یک کابوس بوده ما اینا را تیر کردیم، هیچ باورم نمیشه به خدا. و این که ما در چی ناامیدی و در چی حالتی که هیچ کسی نبود که دست ما رو بگیره. من وقتی از ایران برآمدم طرف ترکیه حرکت کردم، اصلا دیگه امیدی به زنده بودن و زندگی کردن نداشتم. در راههای در کوها که من می آمدم فریاد می زدم، هر کدام اولادای من اسمشان می گرفتم، صدا می کردم که دیگه من با اونا وداع می کردم، خداحافظی می کردم که من دیگه هیچ وقتی نمیتونم اولادای من ببینم و نمیتونم دیگه در زندگی برگردم. بسیار سختی و بسیار حالتهای خراب تا ترکیه خدا رساندم. بعد از اون که بسیار تلاش های کمتون شد و یک کم امیدوار شدم و ویزه اولادای مقدام کردم. باور کنید به می وکیل صاحب زنگ زدم، ازش خواهش کردم که من از تو هیچ کمک مالی و یا هیچ حمایت دیگه نمیخوایم، به خاطر امور شناخت ما، به خاطر که ما کارمند شما بودیم، فقط یک کمک کنیم که ویزه اولادای ما صادر شود، چون من خیلی نیاز دارم به بودنشان و به دیدنشان. نام رئیس شفاخانه رو نگفتن که از پارلمان هستن، اسمشان چی هستن؟ دکتر سادات، ظهیر سادات. ظهیر سادات. باور کنید که هیچ گونه کمکی بر من، بسیار درست است، باز من یکی را میبینم، باز فلانی را میبینم، بازی تر میکنم، یعنی همیشه یکی دو بار که تلفن مرا جواب دادن، وعده‌هایی که به من دادن، بعد از او باور کنین حتی مرا بلاک کردن. یعنی وقتی ما بلاک کردن از یارا دیدم که مرا در تلفن بلاک کرده بودن و با وجود از این که من هیچ گونه گفتم برشان، عاجزانه گریان کردن گفتم که من میای خفه شده رایستم به خدا، یعنی اگر که بر ما کمک نکنین یعنی اینجا مرده رایستم، اما از گشنگی نمیمرم، از هیچ حالت دیگه نمردیم، زنده هستم، فقط دیدار اولادای من خیلی نیاز دارم. خواهش میکنم به من کمک کنه. این صدای من هنوزم هست، این پیامی که برشان روان کردیم هنوزم هست، اما باور کنید من رو بلاک کرده بودن. یعنی اینی یک حکومت ما بوده، اینی یک وکیل ما بوده، اینی یک مثل ازمی اگر ما وزیرم میشناختم اینی حالت بود، اگر حتی رئیس جمهور ما را میشناختم و برش سنگم میزدم بازم اینی حالت بوده. یعنی بله من به مسابقه یک کسی که در رسانه هستم، حتما من این موضوع را از طریق گناهای مختلف حتما پیگیری میکنم که دکتر ظهیر سادات وقتی که رئیس شما بود و از شما استفاده میکرد در زمانی که سالم بودین، چطور میتونه که وجدان خود زیر پای بانه بدون از اینکه در صورتی که در قانون کار تمام دنیا هست کارمند باید بیمه باشه و زمانی که بیمه صحی از کارمند خودش نمیتونه تامین بکنه، حداقل
لاقل میتونست راهکارهای براتان بکنه. مثلا میتونست که ویزه کشور ترکیه رو براتان بگیره به راحتی که بله. این قدرت داشتن که البته بله. این رزالت کردن. ما حتما این را پیگیری میکنیم بله. و میخوایم که ازشان بپرسیم که دقیقاً که روی چه حسابی کار کردن و حتما با شما شریک میسازیم. خب بانو نفیسه، واقعا داستان غم انگیز هست داستان خودتان و از هر طرفی که من فکر میکنم واقعا عالی که این اتفاق بر خودتان رخ داده و بسا حکومت و دولت میتونم براتان بگویم که به زمان عامیانه خودم میخوایم برات بگویم که دولت و حکومت بی غیرت افغانستان در قبال ناموس افغانستان همچین برخورد میکنه. پس ما چگونه میتونیم از اونا توقع داشته باشیم که پس فردا کسایی که سالم هستن در افغانستان و اونا میتونن امیدی داشته باشن به فرداشان، امید داشته باشن که زن سنگسار نشه. وقتی که یک خانمی که خودش زنده هست آسیب دیده فقط او را کمک نمیکنه و چطور میتونه که برای مردمی که در او سرزمین زندگی میکنه برای از کمک کنه؟ با واقعا متاسف هستم براتان، واقعا متاسف هستم برای دولت ملی، واقعا اشرف غنی، واقعا برای خودت متاسف هستم. دکتر عبدالله واقعا برای خودت متاسف هستم. یک خانمی که آسیب دیده تو برای یک شهروندت نتونستی کمک بکنی، واقعا جای تاسف هست. واقعا من خیلی براشون متاسف هستم از اینکه از حتی ای که کدام شخصیت بالایی هم برای خود نماندن. دقیقاً بیشتر از اینکه زودتر از اینکه ما بخوایم تعریف از اونا بکنیم، یک شخصیتایی هستن که شناخته شده هستن برای کل دنیا. اصلا لازم به تعریف واقعیت شخصیت اونا ما نیست که بکنیم، اما حتی شاید میتونستن یک کار کوچکی بازم انجام بدن. یعنی کوچکترین کار در رأس او حالتی که اونا دارن، مثلا رئیس جمهور است، مثلا هر دوشان در رأس رئیس جمهوریت قرار دارن، همیاله کوچکترین کارشان میتونست این می باشه که یک حمایت بود از زنان افغانستان که در این حالت میفته. اما واقعیت که کوچکترین کارم انجام داده نتونستم. بله واقعا بانو نفیسه، صحبتایتان یادتان نره، من میخوام میره اضافه بکنم در ادامه صحبتایتان که اشرف غنی تو که رفتی خانمی که چشمای آبی داشت از پاکستان آوردی، از زندان خارجش کردی که به خاطر که چهرهش جهانی بود، به خاطر از اینکه نامت بکشی. او خانم آوردی از پاکستان و خودت رسانه‌ای ساختی، بر از او کمک کردی. یک بانویی که کس نمیشناخته شه، آیا نمیتونستی بر از این کمک بکنی؟ نمیتونستی؟ این چشم خود از دست داد و او شخص این چیز خود از دست نداده، فقط به خاطر از اینکه وام گپای کاملا سیاسی بود که او را برد پاکستان زندانی ساخت و او کارایی بود که شما او را قهرمان ساخته بودین و این خانم نه قهرمان بود و نه جهانی را مشناخت و نه کسی بود که دست از زیر بگیرد. شما چطور به عنوان یک مسابقه یک کسی که در رأس قدرت افغانستان قرار دارین نتونستین برای از خانم کمک بکنین؟ واقعا من متاسف هستم. بفرمایید بانو نفیسه، ادامه صحبتتون میخوام بشنویم. بله، من واقعا تشکر میکنم از همدردی شما. اولین باره که من این همدردی رو میشنوم، برای من بسیار بسیار قابل قدره. خواهش میکنم. در مدت از این 9 ماه 1 ساله که این اتفاق به من افتاد، این واقعیت اولین باره که من یک حمایت از طرف یک انسان میشم. خواهش میکنم که فقط واقعیت گفتای شما خیلی یک حالتی داره که انگار از ته قلب من هست. واقعیت سختی ها و دشواری هایی که باز من در ترکیه پشت سر ماندم، آمدم اینجا ثبت سازمان ملل که حقوق بشر از سازمان ملل است ثبت کردم. خودم واقعیت یک جایی رو بر من در نظر گرفتن، یک هتلی که من اصلا فکرش نمی کنم، تصورش نمی کنم که ترکیه جایی که خدا در رأس کشورهای اروپایی میدانه اینطوری یک هتل داشته باشه، اینطوری یک جایی داشته باشه. باور کنید که من شبا تا صبح از یک طرف از درد و سوزش روی نمیتونستم بخوابم، از یک طرف کابوس میدیدم در خوابایم. اصلا کلا خواب از من رفته بود.
یک چیزی هم که داشتم کمی سودا که میتونستم پیش پای من ببینم، این هم داشت از عشق خیره میشد. دوری اولادم خیلی اذیت میکرد، یک افسردگی و یک داغونی بسیار شدید قرار داشتم. از یک طرف موشایی که در اتاق بود همشون با من می جنگید و همیشه شبا را سر یک میز بالا می شدم، یک میزه که اتاق بود سر از میز می شیشتم که صبح شبه و این موشا از روی اتاق مابرد. خیلی سخت بود. میگذره، همه چیز میگذره، به همه انسان ها همه چیز گذرید، و اشرف غنی ریاست جمهوریش گذرید و عبدالله مقامش گذرید و همه انسان ها هر مقامی که داشته باشه گذرید. تنها چیزی که میمانه انسانیت اون انسان است و در دنیا همگی اون چیزی رو که در قبالش وظیفه داشته جواب حتما هست، حتما. و واقعیت گفتم تنها پیامی که دارم با اون شخصی که این کار کرده که گفتم میبخشمش به شرط که بر من بگوید کی بوده و چرا این کار کرده و یا حتی از کی دستور گرفته. فقط دلیل دانستن این موضوع خیلی بر من مهم مسئله. و یکی که واقعیت من بعد از این چی میشم، بعد از این حالی که دیدم همه حالت هایی که فکرشو بکنید در دنیا وحشتناکترین هایش من دیدم، بدترین هایش دیدم، بی خانگی، بی سرپرستی، بی کسی، درد، سوزش، هر حالت فکرشو بکن. حتی دوری یک مادر شیر دادنی که شیرین مانده جای من، همه از این حالت ها رو من دیدم. بعد از این نفسه چی میشه؟ بله. این فقط یک سوال است از همه او کسایی که صدای من رو میشنون. این سوال است که بعد از این چی میشه؟ یعنی چه فکری در ذهنشان میره که بعد از این سوال چی میشه؟ بله. کجا میره؟ چی میشه؟ تداوی میشه؟ نمیشه؟ دوباره اولادایش میبینه؟ نمیبینه؟ در چی حالتی به سر میبره و بالاخره چی میشه؟ بله. اینیش خیلی مهم است. من بعد از این چی باید کنم؟ این حتی تا این لحظه که با شما گپ میزنم هم اینا گذشت، اینا گذشته. بعد از این چی میشه؟ ایش خیلی مهم. بله، ما در ادامه صحبتاتون با نفیسه معمی لازم میخوایم از تمام شنونده های خوب رادیو آوای افغانستان که چی حال میشنوین، چی صدای ما را میشنوین، حتما کسایی که در رأس ارگان هایی هستین که در مدافع حقوق بشر، مدافع حقوق زن و کسایی که میتونین حداقل کار میتونین بکنین برای بانو نفیسه، حتما کار را بکنین، به خاطر از اینکه شاید فردایی نباشه، به خاطر از اینکه امروز بانو نفیسه به کمک شما نیاز داره، نه به عنوان یک کسی که متضرر شده، بلکه او وظیفه وجدانی خودتان در قبال از این خانم انجام بدین. حداقل کاری که میتونین بکنین، اگر از لحاظ مادی نمیخواین کمکش بکنین و حداقل از لحاظ معنوی راهکارهای بهتر را برای بانو نفیسه پیش رویش بانین. شاید از لحاظ مادی مشکل خودش، یا من مطمئن هستم از لحاظ مادی هم مشکل دارن، خودتان در صحبتاش شنیدین که پول قرض گرفته. حالا خب ما این مسئله را خب نمیتونیم زیاد سرش غور و بررسی بکنیم فعلا، ولی حداقل کار میتونین بکنین این است که شاید بانو نفیسه اگر پول در دستش باشه ولی اگر جای را بلد نباشه، ارگان را بلد نباشه، در اون مراجعه نکنه، خب معلوم است که او پول به دردش نمیخوره. و من از شما عاجزانه خواهش میکنم که شما کسایی که در رأس که ارگان‌های هستین که میتونید کمک بکنید، چی از لازم مادی چی از لازم معنوی، بانو نفیسه را تنها نمانید. به خاطر از اینکه درد دیده، به اندازه کافی درد دیده. چرا درد دیده؟ به خاطر که زمانی که یک بیبی گل که با چشمای رنگیش از کشور پاکستان با تشویق و با رسانه‌های آنچنانی جهانی روبرو میشه، به خاطر شان شوکت لورا غنی، به خاطر آقای اشرف غنی، او را میخواین به گونه رسانه‌ای بسازن و او تشویق و ترغیب میشه و او تقدیر میشه، برای او خانه داده میشه، برای او آپارتمان داده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه 4 قطعه عکسش یک کس، یک عکاس به خاطر خودش او را مشهور ساخت. او بانو بیبی گل هیچ نیاز نداشت، نمیدیدم که تو قدر او را تشویق بکنی. امروز بانو نفیسه چشم خود دست داده، تو به خاطر چشمهای رنگی شو رو تشویق کردی. تو بیا امروز برای بانو نفیسه کمک بکن که امروز نیاز داره، چشم خود دست داده. حداقل چیز باشه که پس فردایی که دخترش میبینه طرفش حداقل او لذت مادری را ازش ببره.
امروز یک بیشعور که پیدا شد که زیباییش گرفت، حداقل تو شعور داری، تو یک کسی که به عنوان که در رأس قدرت افغانستان قرار داری، بیا بر از این کمک بکن، دستش بگی، به خاطر که امروز بانو نفیسه نیاز داره. و من واقعا از این اتفاق با بانو نفیسه واقعا من رنجور شدم، واقعا نمیتونم چه رقم احساساتم بیان بکنم. و واقعا من از تمام ارگان های کسایی که چی در داخل سویدن هستن چی خارج از که سویدن هستن، در دیگر کشورهای اروپایی هستن که بعد صدای ما را حتما میشنون، با بانو نفیسه به تماس شوند. و حتما بهترین گزینه است که بانو نفیسه، من خواهش کردم شماره تلفنشون، گفت شماره تلفن من رو نمیتونم، در فیسبوک به اندازه کافی هست. و من میخوایم که از طریق صفحه ما که بانو نفیسه حتما رو را فالو میکنه، میتونه بهترین گزینه باشه براتون که ایره امرای بانو نفیسه در ارتباط باشین. تنها نمانین، امروز بانو نفیسه و کمک شما نیاز داره، ام از لحاظ مادی ام از لحاظ معنوی. بانو نفیسه در دقایق آخر برنامه هستیم، اگر کدام گفتنی خاصی که از قلم ما جا افتیده باشه و از گفتگوی شما جا مونده باشه میتونین بگوین، ما در خدمت شما هستیم. زنده و سلامت باشید. من واقعا از شما ممنون هستم، تشکر میکنم. و واقعا چیزهایی که اتفاق افتاده، داستانی که هست به مدت کم نگفته میشه و او غما و حالتهایی که آمده، چیزی که از بین رفته، چیزی که دیگه نیست، چیزی که نابود شده، همیشه گذشته ما و نفیسه بودن ما دیگه دارم فراموش میکنم و واقعا دارم فراموش میکنم. این که من دوباره یک انسان دیگه باید باشم و یک چهره دیگه باید باشم. بانو نفیسه، من یک چیز در ادامه صحبتاتون میخوام اینجا بگیرم عزیزان. من در این قسمت این همه درد و مشقت شما قبول کردین، من کاملا کتون همدردی کردم، ولی در این قسمت که این صحبت را میکنین من اصلا این گپتون قبول نمیکنم. شما را به عنوان یک قهرمان میبینم و از بعد شما میخوایم که قهرمانان زندگیتان بکنین و کسایی که امروز بر شما کمک نکرد مشت محکم باشه در دهان از اونا. و من مطمئن هستم با این همه مشکلاتی که واقعا از لحاظ یک انسان که میتونه او را از تصور ما بیرون است، او را شما تحمل کردین، من مطمئن هستم در آینده همچنان ادامه بدین، با امیدی که دارین، با پشتکاری که دارین، با قوتی که دارین، با قدرتی که دارین، مطمئن هستم شما مدافعان کسایی هستین که در آینده، من مطمئن هستم شما اولین هستین، شما آخری هم نیستین. من مطمئن هستم با بعد هم در حق زن افغان این اتفاقها حتما مفته، وحشتناکتر از تو شاید بفته. و من خودت به عنوان یک قهرمان میبینم که شما میتونین یک مدافع خوب از حقوق زن باشین. پس فردایی که دختر ما در جامعه میآید، در اون جامعه لجنبار افغانستان که برای زن مثل یک جهنم است، میتونه شما یک قهرمان وارد صحنه شوین، از او دفاع بکنین. و من صحبتاتون اصلا قبول نمیکنم و من از شما قول میگیرم که شما اینجا برای کلی قول بتین که می جنگین، بازم می جنگین و بازم می جنگین تا جایی که حق حقوق اصلی تان به دست بیارین. بفرمایید. انشالله واقعیت همینطور است، چون من خودم هم دختر دارم، بچه دارم و اینا قرار است در یک زمانی کلان شوند و در این جامعه زندگی کنند. من این گپا را کاملا درک میکنم، میفهمم و براتانم گفتم که من وقتی فکر میکنم به او گذشته اصلا تصورش کردن نمیتونم که من تانستیم اینقدر رنجای بسیار زیاد و کلان پشت سر بانم. و به واقعیت بعضی وقتایی که خنده کردیم یادم میاد که ما در او حالتی که بودیم چطور خندیدیم. واقعیت گفتم من به خودم، به جسمم و به این قوی بودنم خیلی افتخار میکنم. واقعیت قوی بودیم واقعا تنها. یعنی آرزوی من این است که اگر خدای نکرده برای یک زنی که میخواه که اتفاق ما برش بیفته، فقط آرزوی من این است که دیگه از این که این طعمای بسیار تلختر از مرگ ببینه، همون مرگ برش بهتر است. من واقعیت این آرزو رو دارم، چون دردا و رنجا و حالتی که برش پیش میه، برای من پیش میه 100 بار از مرگ بدتره، هزاران بار از مرگ بدتره.
نمیخوایم که هیچ کسی این حالت ها را درک کنه. فقط از خداوند میخوایم که دیگه این حالت سر هیچ زنی، نه زن افغان، نه از هیچ زن گفتنی، انسان گفتنی نیاره، که واقعا خیلی سخته. سر خیلی از زن آمد، سر خیلی از خانم آمده، چه ایرانی، چه افغانی، چه پاکستانی، همین حالت آمده و حال ما درکشان میکنم و این را از خدا میخوایم که دیگه کسی نباشه که بخواه ما رو درک کنه. فقط این میره آرزو دارم از خداوند همه مادرها، همه زنها سالم باشن، سر اولادهایشان باشن. خداوند به همگی اما قدر قدرت بده که بتانه امو زندگی که مربوطشان است امو را پیش ببره. هر کسی در هر رسم یا در هر حالتی که هست، در مقام و در هر چوکی که هست، به همو حد و به همو اندازه. یعنی خیلی بر من سخت است که بخوایم دیگه چیز بالاتر و چیز بهتر از این بگویم. فقط این می آرزویم است که دیگه هیچ کسی در این حالت قرار نگیره که بخوایم ما رو درک کنن. درکش خیلی سخته. بله، تشکر بانو نفیسه جان، سپاس از اینکه وقتتون در اختیار ما دادین. من حتما با شما در ارتباط هستم و باز هم صحبت‌های همراه همدیگر خواهد داشتیم. تشکر میکنم. انشالله سلامت باشین. وقت شما بخیر. خداحافظ. بله دوستان عزیز، بانو نفیسه آشوری بودند که در صحبت‌های همراهشان داشتیم راجع به این که ایشان مورد خشونت تیزاب پاشی یا اسید پاشی در کابل قرار گرفتن که متاسفانه ایشان کاملا زیبایی صورت خود دست دادند و با واقعیت که تا از تصوره که امروز ما و شما که در جریان صحبت ها داشتیم همراهشان که درد بسیار را کشیدن. این درد که از لحاظ جسمی کشیدن سر جاش و این درد که از لحاظ روحانی، از لحاظ از این که یک شخص برش میته، این به مراتب از او درد جسمانی بالاتر است. توی که رئیسش بودی دکتر سادات که در پارلمان ششتی، زعیر سادات، توی که در پارلمان ششتی، توی که با کرسی ششتی که از حق و حقوق شهروندان افغانستان باید دفاع بکنی، نماینده مردم هستی، تو چطور یک کارمند زیر دست خودت نتونستی برش رسیدگی بکنی؟ و تو اشرف غنی و تو کسی که به عنوان یک کسی که رئیس جمهور یک مملکت هستین، تمام مهاجرین وقتی که مفروشین کلشان سرنوشت از مهاجرین در کشورهای اروپایی به معامله میگیرین و خودت در پیش رسانه های دنیا در معرض تماشا قرار میتین، میاین یک شخص دیگه را به عنوان، نمیگم که برای بیبی گل کمک نمیکردین، اون نیاز داشت کمک کردین، ولی امروز مهمتر از او کمک کردن برای بانو نفیسه است که باید بر ازی کمک میکردین. چرا دستشان نگرفتین؟ چرا از امروز از مملکت متواری شده آمده در کشور ترکیه در جای درست زندگی نمیکنه؟ امروز با از لحاظ درد براتون بگویم، درد جسمانی با درد دست پنجه نرم میکنه و بدتر از او درد این درد است که شما بر از او میتین. کمی درنگ بکنین، کمی بر خودتون فکر بکنین. اگر امی اتفاق بر دخترت، بر زن خودت مفتاد، بر خودت مفتاد، چه احساس میکردی؟ و کسی هم نبود که دست تو رو بگیره. واقعا براتون متاسف هستم که شما کسایی هستین که در رأس قدرت افغانستان قرار دارین ولی هیچ کار برای شهروندایتان نمیتونین بکنین و امروز دامنگیر خارجی ها میشن و واقعا من براتون متاسف هستم. خب زیاد پرحرفی نمیکنم دوستان عزیز، صحبت ها طولانی میشه. میریم یک آهنگ از بانو آریانا سعید و اسم آهنگش هست زن هستم. بریم آهنگ میشنیم، دوباره برمیگردیم و من در خدمت شما هستم. شما شنونده رادیو آوای افغانستان، صدای اندیشه های نو هستید. زن هستم، دختر هستم، خواهر هستم، رفیق و همسر هستم، مادر هستم. دو حرف و یک هجاله که به معنا بزرگ و واژه پهناور هستم. سیاست نه ضعیفه، نه من هستم، زن هستم، زن هستم، من زن هستم.
زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی بپرسم ساده و پاسخ نداری نباشم زندگی کی میتوانی جهان و زندگی را لنگر هستم زن هستم من زن هستم من زن نباشم هستی نایاب تو کو وجود مردهای ناب تو کو اگر روداب آمن نبودن محمد رستم و سهراب تو کو یلو پیغمبرت را زادگر هستم زن هستم من زن هستم من زن هستم بله دوستان عزیز، بازم خوش آمدید میگم شما را به رادیو آوای افغانستان از شهر گوتنبرگ کشور سویدن و من هستیم کارتون در خدمت شما قرار دارم. بله واقعا آریانا سعید که میگه من زن هستم من زن هستم و این به تمام معنا بانو نفیسه بر ما شما نشان داد که اگر از لحاظ دردشم که از لحاظ درد جسمانیشم و تو فکر کنیم به عنوان یک مساوی یک مرد نمیتونیم او درد داره که بانو نفیسه تحمل میکنه و او رو چی میکشه که در حالت که خودش گفت نفیسه گفت که من در حالتهای نیمه بیهوش عملیاتهای جراحی میشه در لب پرتگاه هستم در احساس میکنن که در نوک از بام هستن و هر لحظه امکان داره سقوط کنم افتن پایین و او درد بسیار شدید است که ما تو شاید 5% از درد نتانم احساس بکنیم. واقعا قلب ما واقعا امروز برنامه رقم شد که کاملا اصلا باورم نمیشد و قدر درد زیاد بود از بانو نفیسه آشوری که واقعا امروز حالت مرا و روان مرا کاملا دگرگون ساخت. یعنی بسیار برای خودم برای انسان بودن خودم متاسف شدم که امروز بانو نفیسه در این حالت است. خب رادیو آوای افغانستان تنها کاری که میتونست بکنه همی است که صدایش بلند بکنه و خوشبختانه رادیو آوای افغانستان به شکل که حرف دل بانو نفیسه بود او را تانست بر شما به گوش شما برسانه و دردش شما احساس کردید از بیانش از کلامش. پس از شما دوستان عزیز که امروز صدای ما را میشنوین حتما از طریق رادیو آوای افغانستان از طریق شماره های تماس از طریق ایمیل آدرس ما هست info@ava/afghan.com حتما از طریق از ایمیل و یا شماره تماس از 0767 05 06 46 در خدمت شما هست و اگر کدام پیشنهاد دارین اگر کدام راهکار دارین برای بانو نفیسه از طریق از این رابطه‌های اجتماعی و شماره تماس میتونین با ما تماس کنین و همچنان شبکه اجتماعی فیسبوک ما در خدمت شما هست. فیسبوک ما را اگر سرچ بزنین رادیو آوا افغانستان حتما ما را پیدا میکنین و از اون طریق هم میتونین همراه ما یک جای باشین. خب دوستان عزیز وقتی که یک زن افغان در این وضعیت سردچار میشه و یک زن افغان در این وضعیت گرفتار میشه و هیچ کس نیست که درد از او را بپرسه واقعیتش. تا امروز از صحبتش معلوم بود که رسانه‌های زیاد امراش آمد صحبت کرده، رسانه‌های زیاد آمد امراش گفتگویی کردن، در حد اندازه محافظه‌کارانه بودن. امروز کسی را نتونستن بگوین که هدف قرار بدن، بگوین که فلانی مقصر است و امروز اجارت رادیو آوای افغانستان کرد
تقصیرها همگیش برمیگرده به او کسایی که در رأس قدرت افغانستان قرار دارن و واقعا متاسف هستم که شما در رأس قدرت افغانستان قرار دارین، از نام مردم، از جایگاهی که قرار گرفتین توسط مردم استفاده سوء میکنین. واقعا من متاسف هستم. بخصوص دکتر ظهیر سادات، من حتما در هفته‌های آینده همراه خودت به تماس میشم و این موضوع از خودتانم حتما جویا میشم و به طریقه های مختلف، هر طریق باشه. شما نمیتونید از گیر رسانه ها فرار بکنید. حتما من این موضوع رو پیگیری میکنم. تو به عنوان کسی که یک شفاخانه خصوصی داشتی، چطور نتونستی بعد از اینکه اتفاق برش رفتید، چطور نتونستی در شفاخانه خصوصی تو را تداوی بکنی و بعد از اون که بگذریم تو چطور نتونستی یک ویزای کشورهای مثل ترکیه یا کشور مثل ایران که براحتی میتونستیم بر خانوادهش، یا حداقل این درد کشید برو نفیسه، حداقل تنها کاری که میتونستین بکنین امی بود که برش ویزا میگرفتین که حداقل از خانواده خود جدا نمیشد، در کنار خانواده خود می بود. که متاسفانه شما اقدر غیرت شعورش نداشتن که این کارو بکنن و واقعا در حال اوضاع از اینکه از مردم استفاده میکنین متاسف هستم و مطمئن هستم که تو شفاخانه آریا سیتی که درست کردی در چهارراه تایمنی، مطمئنا شفاخانه هم در کنار از این هزاران بدبختی دیگر برای مردم خلق میکنه تا اینکه رفاه باشه برای مردم افغانستان. من مطمئن هستم که هزاران مردم دیگر تو از طریق شفاخانه بدبخت میکنی که در این شک ندارم. تو یک کسی که شماره بانو نفیسه رو وقتی که بلاک میکنی وجدان تا زیر پای میمونی، مطمئنا هر بلایی که هر کاری که دستت بیه و او بلا رو سر مردم میاره. خب دقایق آخر برنامه از دوستان عزیز زیاد پرحرفی نمیکنم، فقط تنها چیزی که هست میتونم بگویم که از شما میگیره خداحافظی میکنم و اما قدر وقت هست که از شما خداحافظی بکنم و بجز از اینکه 4-5 دقیقه دیگه در خدمت شما باشم دیگر مجال برای صحبت نیست. خب دوستان عزیز زیاد حرف نمیزنم. شما شنونده رادیو آوای افغانستان از شهر گوتنبرگ کشور سویدن بودین و من نسیم کاردان در خدمت شما. امید است که ما را از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک همراهی بکنین. رادیو آوا افغانستان پیج رسمی رادیو آوای افغانستان است. رادیوی تان شما حمایت بکنین و همچنان میتونید از طریق شماره تلفن 0767 05 06 46 که در خدمت شما هست 24 ساعته در خدمتتان قرار داره و میتونین با ما به تماس شوین و از نظریات و انتقادات پیشنهاداتتان ما را در جریان باشین. حتما در او رسیدگی میشه و به سوالاتتان حتما پاسخ دادن میشه. خب فقط تنها همین میمونه که با شما خداحافظی بکنم دوستان عزیز تا هفته دیگر که بازم در خدمت شما قرار میگیرم. من نسیم کاردان. امید است که هفته پر از صمیمیت، صفا، صلح، آشتی، آرامش، بدور از هر گونه استرس داشته باشین. ایام به کامتان باشه. تا هفته بعد خداحافظ. ای شما و آخرین آهنگ از مریم وفا، آهو برای. تا درود دیگر، بدرود.